نفر بعدی. نام. جیم. فامیل. فنگ. جیم فنگ. خب جرم. سکه طلا خریدم. چند تا؟ 4 تا. 4 تا؟ پس ما سلطان سکه رو دستگیر کردیم یعنی اینجا که یه دونه بیشتر نیست. خب اون آقای نیروی انتظامی که منو دستگیر کرد گفت میخوام تلفن بزنم، سکه ندارم، یه دونه از سکه ها رو برداشت. خب بعدیش؟ اون آقای بازداشتگاه گفت میخواد از این فیل برقی ها که تکون میخوره سوار شه. سکه نداره، یه دونه هم اون برداشت. این که شد خروج فاصله بگیر، فاصله شهری رو رعایت کن. این که شد 2 تا، یه سکه هم که اینجاست میشه 3 تا. چهارمیش چی شد؟ والا گفتن که یه سکه هم خمس و زکات مالته، میره واسه کمیته امداد. خیلی خوب بلبل زبونی نکن. حالا 10 سال میری زندان تا یاد بگیری که تو نظام ولایت نباید از این کارا بکنی. فهمیدی یا نه؟ برو دنبال کارت. بله خیلی ممنون. بله 10 سال زندان، مفسد فی‌الارض، تبلیغ علیه نظام و احتکار 4 سکه طلا. در حین دستگیری هم هیچ سکه‌ای پیدا نشد. نفر بعدی.